بعد 30 سال تازه فهمیدم هر کدوم از این میوه ها رو چطوری باید برش بزنم. آناناس، سراتای آناناس رو جدا کن و از وسط نصفش کن و از شیارهای چپ و راست برش بزن تا خوردنش خیلی راحت بشه. پرتقال، بالا و پایین پرتقال رو ببر و از وسط برشش بزن و بعد به صورت حلقه‌ای برشش بزن و بعد قاچ قاچش کن و بخورش. انبه رو از قسمت پهنش برش بزن، بعد با یه قاشق گوشتش رو در بیار و کاملا خالیش کن. دراگون فروت، 2 سیخ چوبی رو داخل اون فرو کن و سرتایش رو ببر و به صورت افقی برش بزن. حالا پوستش رو راحت جدا کن و بخورش. هندوونه رو عمودی 4 تا برش بزن و بعد به صورت حلقه‌ای برشش بزن تا خیلی سریع برش های مثلثی و یک دستی ازش درست بشه. انار، 4 طرف تاج انار رو برش بزن و اون رو جدا کن و بعد روی خطهای داخلی برش‌های کوچیک بزن و انار رو باز کن و تیکه‌هاش رو جدا کن. اگه از این ویدیو خوشت اومد اون رو ذخیره کن و بفرست برای دوستات. اگر هم میخوای ترفندهای بیشتری ببینی پیج ما رو فالو کن، یه قلب قرمزم برام کامنت کن.